بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزتمند هرات، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در مهارسازی ویروس کرونا تمام دولت افغانستان در کنار شما و در حمایت از شما قرار دارد. من هدایت دادم که در بعد خارجی این معضل، یعنی مدیریت بازگشت کنندگان، بسیج کمک ها، ایجاد سهولت‌های اضطراری، جلوگیری از رکود اقتصادی و تدارک امکانات خاص، اقدامات فوری و قابل ملاحظه صورت گیرد. در پهلوی تمام اقدامات بزرگ و استراتژیک فوق امر کردم که مبلغ 400 میلیون افغانی بودجه اضطراری برای مقابله با ابعاد مختلف این معضل به ولایت هرات انتقال یابد. خواست من این است که با حضور نمایندگان مردم هرات در ولوسی جرگه و مشران جرگه، اعضای شورای ولایتی هرات، سکتور خصوصی، جامعه مدنی و سایر اقشار این ولایت یک شورای عالی ایجاد گردد تا چگونگی مدیریت مصرف و نظارت این تخصیص مالی را بر عهده گیرند. همین گونه از تمام اقشار هرات، خواهران و برادران گرامی به شمول سکتور خصوصی، جوانان، رسانه‌ها و جامعه مدنی می‌خواهم تا در امر مبارزه با ویروس کرونا پیش قدم شوند. از سکتور خصوصی، متشبثین و جامعه فکری هرات می‌خواهم تا روی یک طرح واضح برای فعال نگه داشتن و رونق وضعیت اقتصادی هرات کار کرده در عملی نمودن آن با دولتتان همکاری نمایید. اطمینان داشته باشید که تمام امکانات دولتی به هدف جلوگیری از شیوع و مهار ویروس کرونا در اختیار شما قرار خواهد گرفت. من به حیث رئیس جمهور کشور به صورت دوامدار وضعیت را تعقیب نموده و هر زمان که نیاز باشد در خدمت شما عزیزان قرار خواهم داشت. به امید صحتمندی هر یکتان. زنده باد افغانستان، یشسن افغانستان، تلدیوی افغانستان، پاینده باد هرات و هراتیان عزیز.